یوس مسیلاسک از سمت راست تصویرهای ما و شما هست. سامان محمدبکوف ورزشگر 22 ساله تاجیک عنوان قهرمان جهان میان جوانان رو در کارنامه دارد که این با ارزشترین دستاورد او میباشد. در گرند اسلم اوساکا برنده مدال برنجی شده بود که این هم یک رویداد مهم تاریخی در کارنامه سامان محمدبکوف، همچنین رویداد مهم در صحیفه ورزش تاجیک می باشد. و مسیلاسک جوس این ورزشگر 20 ساله از سلوونیا، او هم اولین اشتراکش در رقابت‌های فصل‌های جدای جهانی در گرند اسلم را تجربه می‌کند و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در این رقابت. سامان محمدبکوف با داشتن قامت بلند و قدرت فیزیکی خوب بارها به حریفان ناماشنا مشکل ایجاد کرده است، ولی این ورزشگر سلوونیا اولین حضورش رو تجربه میکند، یعنی ورزشگر نوکار هست. ببینیم در برابر سامان آیا توان مبارزه کردن را دارد یا نه. در بخش کار در زمین هم به نظر میرسد که سامان خوب توسعه یافته است. اگر پایش را تواند از فشار پایهای حریف بگیرد پس اسیکامی وضع قبول خواهد شد، ولی حریف که از این ورتر رها یافت پس دیگر راه مبارزه نخواهد ماند. اینجا هیچ حاجت به ادامه دادن مبارزه نیست، ولی ببینید سامان اکنون باید از فشار حریف رها یابد، چون میل اجرا کردن یک شیم وضع یا اصول خفه کردن داشت. بخش کار در زمین بدون نتیجه به انجام رسید. اکنون سامان در سراپا باید کار را تمام کند. و سمت چپ از مسافه دور بارها اجرای اصول سراپا بسیار خوب میکند سامان محمدبکوف. اگر دستی حریف را تواند که به مورد قپد، ولی پایزنی میکند حریفی او موفق نمیشه. در بخش اصول های دردناک میل یک اجرا را میکند از دستی حریف، اجرای اصول دردناک، ولی این هم به نتیجه هست. و همین ترتیب 1 دقیقه 49 ثانیه دیگر تا پایان وقتی اساسی باقی مانده است، ولی فرصت هست. میتواند تا لحظه پایانی رقابت چندین اتفاقات مهم هم بیفتد، از آن جمله در بخش سراپا. این هم یک حرکات زیبای کوچیگری ولی به نتیجه بود. بار دیگر اصول پایزنی با سمت پشت پای حریف، این هم میتواند یکی از سریعترین شیوه های باشد که در مبارزه با کار رود و یا کارشایان باشد، ولی به هر حال وقت نشان میدهد. ببینید با یک کارد زردی جذاب و ورزشگری که اولین حضورش در گرند اسلم رو تجربه میکند، سامان محمدبکوف فعلا برتر است از لحاظ آنه که حرکات تکتیکی او نسبت به حریف خوبتر هستند. این هم یک روش محکمی و وزری اگر باشد سامان محمدبکوف رو در مرحله 4 نهایی خواهیم دید، ولی موفق می شود با این شیوه یک وزری به دست بیارد سامان محمدبکوف و
همچنین اگر پایش را از فشار پایهای حریف کنده گیرد پس در این رقابت در وقت قانونی موفق می شود. بله فشار بسیار محکم و حریف رو ببینید با پشت محکم میکوبد و این هم قبل از انجام وقت اساسی و زر عوضت ایپان سامان محمدبکوف در مرحله 4-1 نهایی و الکی شانس برای به دست آوردن یکی از نشانها برای سامان محمدبکوف خواهد بود. و به همین ترتیب شبکه تلویزیونی ورزش دوستان عزیز اتفاقات مهم ورزشی روز رو پیگیری میکند و برای این اتفاقات را با هم دیدن شبکه تلویزیونی ورزش رو پیگیر باشید.